سلام. امروز قرار پنل SSH رو در کنار پنل XUI با هم داشته باشیم. به این واسطه ما میتونیم از ریالیتی استفاده کنیم و از SSH استفاده کنیم. دو تا پروتکلی که تقریبا میشه گفت اگه در کنار هم بذاریم میتونیم تمام اختلالات رو دور بزنیم. بچه ریالیتی امنیتش بسیار بسیار بالاه. نمیخوام تو این ویدیو خیلی در موردش صحبت کنم که چرا امنیتش بالاه، ولی خیلی بالا امنیتش و بستنش سخته مگه اینکه توش اختلال بندازن و شناسایی سرور با ریالیتی خیلی سخته. یعنی اگه شما رو سرورتون فقط ریالیتی استفاده کنین به سختی سرورتون فیلتر میشه. SSH رو بچه ها نمیدونم تا چه حد میتونه ساپورت کنه. من الان چندین روزه تقریبا با چندین تا یوزر وصل هستم بدون هیچ مشکلی و دارم استفاده میکنم. منتها برای داشتن ریالیتی و SSH حتما نیاز هستش که سرورتون IP سالمی داشته باشه. خب برای اینکه سرور رو نگاه کنیم IP سالم هست یا نیست بچه ها، IP سرور رو، این الان IP سرور منه، میایم توی چک هاست چک میکنیم، پینگش رو میگیریم ببینیم چه پینگی به ما میده. باز توی جلسات قبل گفتم این قسمت ایرانش خیلی برامون مهمه. TCPش هم میگیریم. TCP باید همه تقریبا یک شکل باشه. گفتم یا همه کانکتد باید باشه یا همه کانکشن رفیوز باشه. مهمم برامون ایرانه. اگه احیانا توی کشور دیگه بسته بود خیلی واسمون مشکلی نداره، ولی ایران اگه بسته بود اون سرور بچه دیگه زده شده و اینکه شناسایی شده و روش فیلترینگ انجام شده. الان روی این سرور ما یک مقدار باگ هستش، میبینید روی شیراز. من یه بار دیگه، البته UDP بچه کمتر مورد استفاده قرار میگیره، یعنی باز این UDP رو خیلی جدیش هم نگیرین. UDP رو بیشتر TCP رو جدی بگیرید و پینگ. و به اضافه اینکه این کارا رو که کردین، این اولین کاریه که نگاه میکنید آیپیتون سالم هست یا نیست. وقتی دیدین این تا اینجا اوکیه، بعد برین سراغ CMD رو بزنید. ببینید از تو کامنت پرامپتتون باید یه پینگ جدا هم بگیرید. پینگ بگیرین، با اینترنت های مختلف هم پینگ بگیرید. مثلا الان من با ADSL هم گرفتم، اوکیه. بعد بیاین با ایرانسلتون همین کار رو با اینترنت ایرانسلتون بکنید، باز همین کار رو با اینترنت همراه اولتون بکنید، ببینید که تا چه حد این سرورتون اوکیه. یه نکته دیگه هم که بخوام بهتون بگم اینه که این رفت بالا چقدر. یه نکته دیگه هم که بخوام بهتون بگم اینه که بچه یه وقتی در زمان اختلالات ممکنه شما بخواید بیاین سرور رو انتخاب کنید، ممکنه اینا عددهایی بده که در اون زمان اختلالات اون مثلا مشکل به وجود اومده یا اومدن اختلال انداختن و همیشگی نباشه. یعنی سروری که امروز کار میکنید میبینید ممکنه قرمز باشه، ممکنه فردا اینجوری نباشه و این به اختلالات خیلی مربوط میشه. یعنی میخوام بگم همه اینا رو مد نظرتون داشته باشید. بریم که به سرورمون وصل بشیم و پنل ها رو نصب کنیم. من میام پوتی رو باز میکنم، توش IP سرورم رو قرار میدم و لاگین میکنم. میاد میزنم روت، پسورد میخواد بچه ها، پسورد رو میدم بهش و اینتر. اولین کاری که میکنم apt update هستش، بعد apt upgrade سرور رو به روز رسانی میکنیم به صورت کامل. خب آپدیت و آپگرید تموم شد بچه ها. بیایم بریم پنل صنایع، میایم پایین و برای آپدیت و اینستال اینو میایم نصب میکنیم. خب زده که
یکی از این ابزارهای نصبمون رو نمیشناسه. برای اینکه این ابزارمون رو بچه ها نصب کنیم باید بیایم دستورش رو بزنیم sudo apt install برای اینکه بتونیم اینو نصبش کنیم. بچه ها ممکنه واسه شما بچه این ارور اصلا نیاد. من میام اینجا و دستور نصب رو میزنم. سعی میکنم بچه ها ایرادهایی که به وجود میاد و من کات نکنم، به خاطر اینکه بچه ها بعضیشون به این ایرادها خوردن و پرسیدن و خیلی هم خوبه که اینجا باشه و ببینی که چی کار داری میکنی. خب واسه اینکه پنل XUI رو نصب کنیم دستور رو که میزنیم اولین چیزی که میاد میگه میخوای پیکربندی خودت انجام بدی. میگم بله. یوزرنیم رو میزنم ادمین، پسوردم میزنم ادمین، پورت پنل رو میخوایم بچه ها میزنم 1222. خب اینجا من بنویسم این چیزها رو واسه XUI. خب پنلمون بچه ها نصب شده. من اگه همین پورتی که اینجا نوشتیم رو کپی کنم جلوی این 2 تا نقطه بذارم و پورت رو بذارم و اینو کپی کنم ببرم توی یک سربرگ پیستش کنم باید وارد پنل بشیم. خب بریم یه تست بگیریم از پنل. میایم توی اینوانسش یه اد اینوانس میزنیم میذاریم رو همون ویلس. پورتی که مثلا میخوایم رو میذاریم 2056. بعد همونجوری که حالا تو قبلا هم توضیح دادیم ریالیتی رو که فعال میکنید این فلویی که توی کلاینت هست اینو میذاریم روی گزینه اولش. اینجا بچه یاهو رو بعضی جواب میده رو بعضی جواب نمیده. من واسهتون یک سری سایت آماده کردم که با اینا چک کنید. میام اولی رو اینجا پیست میکنم و این هم پیست میکنم. اینجا get new key رو میزنیم تا یه private key و public key تولید بشه واسمون. خب اینجا به نظر میاد همه چی اوکی. یه اسمم میذارم. اسم رو ترجیح میدم بچه همین اسمی که واسه دامنه گذاشتم SNI گذاشتم بذارم. میام اینو create میزنم. خب میام اینجا اینو کپی میکنم ویتوریمو میارم بالا و اینجا کنترل وی رو میزنم پیست بشه. میام یه تست سرعت ازش میگیرم واسه اینکه شما ببینید. بیارم پایین تر. تست سرعت بچه این تست اسپید دانلودش. خب واسه من اینجا روی اینترنت ADSL هم که خیلی عالی داره جواب میده. بیام بچه همینو من اینترنت ایرانسل هم بندازم اینجا. بیام موبایلم رو فعال کنم. اوکی یه تست دیگه بگیرم با ایرانسل. البته هنوز کامپلیت نداده. کامپلیت داد. یه بار دیگه یه تست دیگه رو ایرانسل سرعتش متوسطه. خب الان بهتر شد. خیلی دیگه خوب شد. خب خب سرعت روی ایرانسل بچه ها میبینید خیلی خوب نیست ولی خیلی بدم نیست. اوکیه قابل قبوله واسه استفاده.
به راحتی میتونیم استفاده داشته باشیم. خب بریم رو همین ایرانسل که هستیم. من اینو یه سشنش رو دوباره بزنم چون این اکتیو شد بچه ها. لاگین دوباره میخواد، میزنم روت، پسورد هم بهش میدم و وارد میشم. خب بریم برای پنل SSH کنار همین میخوایم نصبش کنیم. من چند تا نکته بگم در مورد پنل SSH. بچه دراگون یه کسی بود که پنل نداشت ولی اومد واسه همین ساخت اکانت SSH و اینا اومد یه سیستمی رو طراحی کرد که بشه SSH رو مثلا بشه کاربر بهش اضافه کرد، حجم واسش کنار گذاشت و اینجور چیزا. بعد شاهان یه کسی هستش که یه پنلی داره شبیه همین پنل علیرضایی که الان ما میخوایم نصب کنیم. شاهان اومد اونو درستش کرد و بهش XUI داد. پشتبند این که شاهان این کارو کرد، علیرضا اومد اینو برداشت و انجام داد. فرقشون هم اینه که شاهان پنلش رو پولی کرده برای یک سری کارهای پیشرفته تر، ولی علیرضا داره تلاش میکنه که این پنل به صورت رایگان در اختیار شما باشه. برای نصبش بیایم تو همین آدرس رو واسهتون میذارم، تو همین آدرس میایم پایین تر و به همون میگه که اگه قبلا نصب دارین که اینا رو پاک کنید، با این دستورات قبلی رو پاک کنید و برای نصبش هم کافیه اینو وارد کنیم توی SSH که زدیم به داخل سرورمون. خب میگه که میخوای با همون ادمین باشه یوزرنیمت. میگم آره، یه اینتر میزنم، پرش نمیکنم. میگه پسوردت به صورت پیش‌فرض 1 2 3 4 5 6 باشه. اونم میگم آره. میره واسه نصب. من اینا رو بچه بنویسم. پس 1 2 3 4 5 6 یوزر ادمین تا اونجا درست میشه و اینجا هم خب وقتی به اینجا میرسه یه اینتر میزنم، باز اینتر. این داره همچنان کارشو انجام میده. یک مقدار بچه ممکنه زمان ببره. بعد تو این قسمت میگه پورت پنل چی میخوای باشه که خودش گفته 8081. من میام اینو میذارم 8081 باشه. میام میذارمش 8085. خب به همون گفته بچه ها وقتی تموم شد خودش میگه با این میتونی وارد چی. اینو من کپی میکنم، میام اینجا اینو پیست میکنم. خب همون جوری که دیدید یه لحظه اول یه صفحه اومد که ما دسترسی نداریم و رفرشش کردم و این صفحه اومد بالا. من اینو یکم بازش میکنم. توی اینجا این قسمت بچه ها یک سری تنظیمات داره، مثل اینکه میتونین کلمه عبور رو اینجا تغییر بدین، پورت SSH رو تغییر بدین که الان اینجا رو 22. من میخوام همین الان تغییرش بدم، میذارم 2222 ذخیره. وقتی پورت رو تغییر میدین بچه ها اینو دقت داشته باشین، سرور که ریبوت میشه هیچی، اینجا این قسمت واسه همین وصل شدن اتصال به اینترنتتون هم دیگه از این به بعد پورتش عوض شد. یعنی من اینو باید ببندم. اگه بخوام به سرور دوباره وصل شم
این دفعه توی اینجا باید بزنم پورت جدید، چون پورت SSH رو کامل عوض میکنه براتون. خب من اینو یه رفرش کنم، احتمالاً خب محدودیت کاربر رو ببینم، فعال غیر فعال. اینا بچه خیلی فعلا بهتون کاری نداره، حتی بعضیاش به درستی ممکنه کار نکنه، فعلا کاری باهاش نداریم. بیایم توی قسمت کاربران. توی کاربران از این بالا کاربر جدید میسازیم. من میزنم تست و اینجا کلمه عبورم میزنم تست. به بقیه چیزا میتونیم دست نزنیم. اینجا بچه تعداد کاربری که به صورت همزمان میتونن وصل شن، من اینو فعلا میکنمش 5 واسه اینکه توی آموزش به مشکلی یه وقت نخوریم این کارو میکنم، ولی همون یکم میتونه باشه، یک نفر بیشتر نمیتونه بهش وصله. اینجا تاریخ انقضا میتونین واسش بذارید و اینکه یا اینجا بهش بگین که چند واسه با اولین اتصالش میاد تعداد روزا رو خودش اون روز میشمره. مثلا آقا اکانت من میخوام 25 روزه باشه، خودش بعد از همون اولین اتصال شروع میکنه به لاگ انداختن که 25 روزش تموم که شد قطعش بکنه. خب دیگه اینجا هم که مقدار گیگ یا مگابایتش رو میزنیم. مثلا من میگم آقا این 100 گیگ بتونه استفاده کنه، میذارم رو گیگ و اینجا میذارم 100 و ذخیره. آیا مطمئن هستید؟ اوکی. خب تست. خب بچه ها برای ویندوز 2 تا نرم افزار دارین واسه SSH. یک نرم افزارش اسمش نت موده، یه نرم افزارش اسمش پروکسی کپه. این هم نرم افزار پروکسی کپ. جفتشو من بهتون توضیح میدم الان. واسه خودم رو ویندوز خودم بچه اینا درست کار نکرد و اینکه من از روش‌های دیگه استفاده میکنم رو ویندوز. اگه احیانا به مشکل خوردین بگین که من حالا شاید یه آموزش جدا بذارم واسه اون. برای اینکه بچه تو نت مود کار کنید بیاین تو این قسمت ابره این بالا بزنید و اینجا یه اسم به دلخواه بذارید. من میزنم MySSH. تو هاست نیم آدرس سرورتون رو میدین، پورت SSH که ما عوضش کردیمش 2222 و یوزرنیم تست و پسورد هم تست. دانو که میزنید واسهتون این ساخته میشه. این علامت پلیو که بزنید باید وصل بشید. اگه با این وصل نشدید بیاین توی پروکسی کپ رو نصب کنید. اینا بچه این برنامه ها رو تو اینترنت سرچ کنید، فقط و فراوونه، راحت میتونید نصب کنید. سعی کنید از سایت های ایرانی بگیرید اینا رو، چون تو سایت های ایرانی اگه مثلا واسه فعال سازیش و اینا هم بالاخره روش هایی گذاشتن که بتونید فعالش کنید. خب واسه پروکسی کپ بچه چی کار باید کنید؟ پروکسی کپ یکم سخت‌تره. پروکسی کپ به این صورتی که از این پایین اینه، آیکونش اینه بچه. از این پایین میایم روی کانفیگوریشن. من قبلا یه دونه ساختم، اینا رو پاک کنم که بهتون کامل توضیح بدم. ببینم رولم ساختم، آره اینم اگه پاک بشه پاک کنم و اینم پاک کنم. خب بیاین تو پروکسی ها، تو این قسمت بغل پروکسی روی این کلیک کنید، اینو بذارید روی SSH، بعد اینجا رو هاست نیمو میذارین، پورتتون رو میذارین 222 و میگه میخواین یوزرنیم پسورد داره این SSH تون، میگه آره، یوزرنیم پسورد SSH رو بهش میدین، بعد اینجا اوکی میکنیم. اوکی که کردیم واسه ساخته شد، میایین تو قسمت رولز یه اد میزنین. توی رولز میگین که آقا ریدایرکت بشه تمام پروکسی که میخواین استفاده کنین کدومه، میگین مای پروکسی، همه برنامه ها ازش استفاده کنن. این گزینه رو میزنید، ببینید که واسه اینکه DNS تون هم از همین راه استفاده بشه، اینو میزنید و اوکی میکنید. این کارا رو که کردین میایین این پایین روش کلیک راست میکنید و اینیبل رو میزنید. این دوتا برنامه اینجوری کار میکنن بچه ها.
ولی خب میگم من با یه روش خاص دیگه استفاده میکنم که چون خیلی طولانی و دردسرش زیادتره، فعلا این دوتا رو معرفی کردم بهتون. روی گوشی خیلی راحت تره. بیایم رو گوشی. ببینید رو گوشی برنامه نسترنت وی رو میخوایم. این برنامه رو دانلودش کنید، نصبش کنید، واردش بشین. واردش که شدین بیاین این بالا مثبت رو بزنید. بعد این قسمت اد کانفیگر بیاین به صورت دستی میخوایم کانفیگ رو اضافه کنیم. واردش که بشین قسمت SSH کانفیگ، اینجا این پروتکل که بزنین همون بالا باشه. اینجا اسمشو میذاریم. اسمشو میذاریم learn بچه ها. SSH رو آدرس هاستتون رو باید قرار بدین. آدرس هاستمون 78. پورت بچه ها پورت رو باید قرار بدین 2222. فعلا به این کاری نداشته باشین تا بعد بهتون بگم چیه. این قسمت یوزرنیم و پسوردم که تست و اینم تست بود. اوکی سیف. این لرنر رو روش کلیک میکنی تو قسمت کانفیگ هاست. میایم رو هوم و پلیو میزنیم. این قسمت کانکتینگ داره میزنه. خب بچه ها اینجا اینترنتمون همراه اوله. روی ایرانسل خیلی SSH خوب جواب نمیده و ما داریم از همراه اول استفاده میکنیم اینترنتمون رو. بریم که تستش کنیم همراه اول رو. میایم تو سایت اسپید تست. همونطوری که میبینید سرعتش تا این لحظه که دانلودش خیلی خوب بود. خیلی که نسبت به این روزها میگم خیلی خوب بود. و آپلودش هم خیلی خوبه. آپلودش اصلا دانلودش یهو میزنه بالاتر. نه نزد بالاتر ولی خب خیلی دیگه خوب بود آپلودش هم. این SSH واسه همراه اول خوبه. خب برگردیم رو کامپیوتر. من چند تا نکته بهتون بگم قبل اینکه حالا برگردیم. من اینم بهتون بگم بعد بریم. من اینو دیسکانکت کنم. بچه اینجا این گزینه UDP/GW پورت این رو 7300 به صورت دیفالت، ولی ممکنه رو این پورت اختلال باشه. من اینجا میکنمش 7302. بازم با این هم میتونم وصلم ولی باید حالا رو سرورم هم یه سری تغییرات ایجاد کنم. بریم روی کامپیوتر. ببینید تو پنل علیرضا گفته واسه حل مشکل عدم ارتباط تماس صوتی و تصویری در اپلیکیشن اینو باید این گزینه رو بیاریم تو سرور و اجراش کنیم. من گفتم بچه چون پورت کامل عوض شده من ارتباطمو با سرور از دست دادم. یه بار دیگه وارد سرور شدم. میام اینجا این گزینه رو کپی میکنم میذارم اینجا و اینتر میزنم. میگه به جای 7300 چه پورتی میخوای قرار بدی؟ میذاریم 7302. خودش هم اینجا گفته میگه به جاش میتونید 7301 یا 7302 استفاده کنید. این بچه این کاری که کردین توی استفاده های معمولیتون خیلی نشون داده نمیشه. توی تماس های تصویری و اینا خیلی معلوم میشه و خودشون نشون میده این تغییری که توی این پورت دارین ایجاد میکنین. بریم دوباره پنل XUI مون هم چک کنیم ببینیم که آیا هنوز میاد بالا یا نه. من یه اینتر زدم. ببینید این الان پنل XUI مون با این
چیزی که قبلا ساختیم الان هم داره کار میکنه همچنان و این هم پنل SSH مون جفتش روی یه دونه است، روی یک سرور. بچه‌ها امیدوارم که این آموزش هم به دردتون خورده باشه. اگه سوال یا انتقادی بود بچه‌ها تو کامنت ها بگین. خدا نگهدارتون.